وطن گفته خستیم آمدیم تگی مشت لغت خوردیم دیگه. او میگم من تا روی راست میگم میزنم میکشم فالونت میکنم، یگان کس نمیپرسه شما نرختون 17 تینه. اونجا اگر حال مردم بینی همون دیدنش خودش میکشته، تمام زدن و شکنجه شما را که زنها میبیاین، زنها و مادرها خبرگیری میبیاین و ویارم دست میزنن. دیگرها چی میگفتن؟ دیگر زندانیایی که آوردن لط و کوب کردن، زدن آنها رو، اونها چی میگفتن وابسته به این قضیه؟ همه مردها میگریستن، فقط میگریستن، خدا را زاره میکردن که خدایا تو ما را خودت یاری کن. اینجا هیچ کس، فقط میگریستن، دیگر کاری کردن نمیتونستن. میگریستن که این بلا از کجا اومد به سر ما، برای چی یا ما را خیلی میکشن، برای چی اینقدر آدمای در بیرون بودگی بیچاره قرض میکنن، یک دهنان برای پیونداشون میبرن، نمیشه بکشن میگیرن، میخرن خودشون در اونجا. گپ زدی تمام، رفیقای خودت فریاد میکنن، همه شریکای خودت فریاد میکنن، از بالای تو بیانات میتین مینویسن که ها نمین جنایت کرد، ننویسی هم میبرن میزنن میکشن. ظلم به درجه عالی شد. اگر در بیرون میگن که این تشد اون تشد سبوکی شده فلان و بسمدان، این دروغ است، دروغ محض است. یگان میده سبوکی شدگی نیست، خیلی بود همون خیلی دوام داره. حاضرم همه برادرایی که از ترمای روسیه انتقال داده به تاجیکستان میبیارن با ما بودن در آن. اونها میگفتن که 10 سال در روسیه ششتن در ما راضی هستیم، 1 سال در تاجیکستان. اینقدر عذاب و شکنجه در اینجا هست، در اینجا یگان حقوق انسان رعایت نمی شود. اما در روسیه میگه این خیلی نیست، در روسیه بسیار سبک است، همه از آزادی محرومه، دیگر شکنجه و دیگر این کارهایی که در اینجا هستن در روسیه نیستن. گفته بسیار بیچاره عرض پشیمانی میکردن که خوبش همونجا می استادیم، وطن گفته خستیم آمدیم تگی مشت لغت خوردیم در اینجا. بعد یک چیز دیگر هم فراموش کردم گفت زنم که همون وقتی که 14 نفر از لیل‌نوباد انتقال دادن، در آن با افیسرهای هستن که محکوم شده ها قطعی ساز هستند، نزدیک هم هستن خیلی آدما، همونا خودشون نقل کردن که در تابستان در گرمی 37-40 گرادوس یک ماشین محکوم شده ها رو می آوردگی از لیل‌نوباد اومده در بین راه ایستاده، یا را فراورده با در دیگر ماشین بار میکنن. اون ماشین در همون کوزفش پتلاکاش ابشیفکه نداشته، تونکه خالی بوده است. در سر یا خلطه ها رو میکشن، در دستاشون نروشنیک زدگی، طرفی پشت طرفی پیش هم نبود. همشون از گرمی دمگیر شدن مردن بیچاره. یک تشمو بالنیچکه آوردن زنده، بچه ها پول دادن در آمدن که خش تباره یا بینیم شا گفته پرسیدن، همون بیچاره همین نقل کرد خودش که ما را همین خیلی در این ماشین ده مجبور کشتن. مگو از ماشین از دیگه ماشین فراورده در یک تابستان در گرمی در این یک تونکه بار کردن، در سرا خلطه کشیدگی از گرمی مردن. یعنی اون آدمی که همین اخبار داد او آدم هم کشته شد، او آدم هم نابود کردن. صاحباش میپرسن که کجا ده، ترما میگه در بالنیچکه میگه در ترما. هم خیلی همین یک بار ایسوسی میدونه، تمام همین قطعی دیگه هیچ کس نمیداند که در کجا های. برده را برده گور میکنن، صاحبش خبر میکنن که فلان جاده ما فرزند تو مرد بردیم گور کردیم، نه کنی نروی که ماندگیاتو میبریم در برش گور میکنیم. چخل میکنیم. اونجا اگر حال مردم بینی همون دیدنش خودش میکشته، تمام زدن و شکنجه شما را که هر روز درن میزنن میکشن، هر روز میکشن. مرد گفته رای میکنه سپیسد، تمام همونجا یک وای دارن، یک اسکندر گفتگی دارن، تایلاقش میگن یا بوز بالای. او میگه من روی راست میگه میزنم میکشم فلانت میکنم، یگان کس نمیپرسه شما نرختون 17 تینه. یعنی کشتارهای بیرحمانه خیلی زیاد است در داخل نظام، خیلی زیاد هستن در درون، همه را مخفی نگاه میدارن.
یگان کس دلیای گپ زدن نمیشود. گپ زدی تمام میکشند. همین خیلی هم تهدید هم میکنن که گپ زدن نزدیکانشان راست تهدید میکنن. زنها میبیاین، زنها و مادرها خبرگیری میبیاین، ویارم دست میزنن.